چه کار کنم که به عنوان یک دختر، به عنوان یک خانوم بتونم قوی توی جامعه حاضر بشم؟ سلام، من هدیه حیدری هستم و اینجا کانال یوتیوب فن بیانه. خیلی دوست دارم که هر از گاهی در رابطه با اعتماد به نفس دخترها، اعتماد به نفس خانم‌ها بهتون کمک کنم و در راستای محتوای قبلی که مستقیما اشاره داشت به اعتماد به نفس دخترها که خیلی اون ویدیو رو دوست داشتین، میخوایم توی این محتوا در رابطه با چند تا نکته‌ای که شاید به نظر ساده بیاد اما خیلی مهمه و کمک میکنه در جامعه بسیار قوی ظاهر بشید، یک خانم قدرتمند دیده بشید، صحبت کنیم. نکته اول، معرفی کننده باشید، نه معرفی شونده. بسیاری از خانم‌ها هستن که وقتی وارد یک جمعی میشن انقدر ساکتن که دیگران باید بیان و بگن که خب ایشون خانم فلانی هستن، شما با خجالت میگین که خیلی خوشبختم از آشناییتون، در حالی که یک خانم قدرتمند انقدر اعتماد به نفس داره که اصلا منتظر نمیشونه که دیگران بیان و معرفیش کنن. تو همون برخورد اول خودش رو معرفی میکنه. پس اگر تو بتونی توی برخورد اول، توی لحظه اول، وقتی وارد یک جمعی میشی، یک جلسه، یک مهمانی، خودتو با شجاعت، با جسارت معرفی کنی، برگ برنده دست شماست. نکته دوم، خانم‌های قدرتمند وقتی ازشون سوال میشه که بین این و این کدوم رو انتخاب میکنی، نمیگن فرقی نداره. بچه‌ها، گفتن جمله فرقی نداره تحت شرایطی درسته که واقعا برات فرقی نداشته باشه، اما این یه جورایی اصلا نشدنیه، چون ما همیشه ته ذهنمون یک انتخاب داریم. اصلا ذهن ما طراحی شده برای انتخاب کردن. پس وقتی همسرتون از شما میپرسه که شام فست فود بخوریم یا مثلا بریم رستوران غذای ایرانی بخوریم، آیا واقعا برات فرقی نمیکنه؟ اگر که ازت سوال پرسیده میشه، جواب بده. وقتی یک جایی میری بهت میگن چای میخوری یا قهوه، نگو فرقی نداره، بگو چای میخورم، بگو قهوه میخورم، یا بگو آب نیاز دارم، آب میل دارم. ببین، خیلی مهمه که وقتی ازت چیزی رو میخوان تو انتخاب بکنی و خانم‌هایی که اعتماد به نفس بسیار پایینی دارن ترجیح میدن که انتخاب نکنن، چون فکر میکنن زشته یا جمله مؤدبانه اینه که من بگم فرقی نمیکنه، در حالی که اصلا اینطور نیست. نکته بعدی، خانم‌های با اعتماد به نفس زیاد آروم صحبت نمیکنن. این که من خیلی با ولوم پایین صحبت بکنم، آروم صحبت بکنم و دیگران لازم باشه برای شنیدن حرفای من گوشاشون رو تیز بکنن، اصلا کار قشنگی نیست و هیچ اعتماد به نفس خاصی هم نشون نمیده. نمیگم که ما باید داد بزنیم، خیلی بلند صحبت کنیم، ولی باید رسا صحبت کنیم. اون قدری رسا صحبت بکنیم که دیگران بدونن من در صحبت کردن اعتماد به نفس دارم. من وقتی در یک جمع میخوام صحبت بکنم نمیترسم و از سر ترس ولوم صدام رو پایین بیارم. پس حتما روی رسایی صداتون کار کنید. نکته بعدی، برای خانم هایی که در جامعه خیلی قوی ظاهر میشن بسیار مهمه، بسیار اهمیت داره که حرف هایی که میزنن آیا سازنده هست یا نه. خانم های با اعتماد به نفس و قوی هرگز حرفی رو نمیزنن که برای دیگران اهمیتی نداشته باشه. قبل از هر چیزی فکر میکنن که آیا واقعا این حرفی که من میزنم حرف مهمی هست، مفید هست، سازنده هست؟ آیا برای فرد مقابل مهمه که من این حرف رو بزنم؟ آیا اگر بگم و نگم تفاوت زیادی ایجاد میشه یا نمیشه؟ پس یاد بگیریم که حرفهای سازنده بزنیم. ما رو به عنوان خانومی بشناسن که حرفهای خوب میزنه، در موقعیت‌های خوب حرفهای عالی برای گفتن داره. پس طبیعتاً نمیتونیم هر حرفی رو بزنیم. نکته بعدی، خانم‌هایی که اعتماد به نفس بالایی دارن بسیار راحت با آقایون ارتباط میگیرن. خیلی از خانم‌ها رو میبینم که در ارتباط با آقایون بسیار خجالتی هستند. یعنی در ارتباط با خانم‌ها و دوستان خودشون هیچ مشکلی ندارن، اما نمیتونن با یک آقا درست ارتباط بگیرن و خجالت و بی‌اعتماد به نفسی از سر و روی این خانم‌ها میباره. باید تمرین کنید که بدون خجالت با آقایون ارتباط بگیرید. ارتباطی سالم، حرفه‌ای، ولی با اعتماد به نفس و بدون خجالت، همراه با قاطعیت. نکته بعدی، خانم‌های قاطع
خانم‌های حرفه‌ای به راحتی سوال میپرسن و اینطور نیست که اگر کسی بیاد بهشون یه چیزی بگه که این ندونه، بعد تو ذهنش هی به خودش کلنجار بره، بعد موقعی که میخواد بگه نمیدونم خجالت بکشه، حس بدی بگیره. من دیدم بارها کسایی رو که در یک جمعی هستن، حالا یه نفر یه اصطلاح تخصصی رو به کار برده که این بلد نبوده، بعد اصلا به روی خودش نمیاره که من متوجه نشدم چی گفتی، اینقدر خجالت کشیده و حس ضعف کرده از اینکه یعنی این عبارت رو من نمیدونم، پس خیلی بده که من نمیدونم. وای اگه من بگم نمیدونم این چیه، چقدر راجع من فکر منفی میکنن، چقدر فکر میکنن که من سطح پایینم، نکنه این واژه رو همه بلدن فقط من یکی بلد نیستم. بعد موقعی که از اون جمع میان بیرون با دوستشون میگن و میخندن که وای خوب شد اون واژه رو این واژه چی بود من اصلا بلد نبودم. خب خانم‌هایی که واقعا با اعتماد به نفسن، نمیترسن، خیلی راحت میگن که این اصطلاح منظورتون چیه؟ میشه بیشتر دربارش توضیح بدین؟ چقدر آدم حس اعتماد به نفس میگیره از یک خانم که به راحتی اعتراف میکنه که من این رو بلد نیستم و به راحتی راجع به هر موضوعی سوال میپرسه. نکته بعدی، خانم‌های حرفه‌ای هرگز نقطه ضعف خاصی رو به کسی نشون نمیدن. خیلی نکته مهمه و شاید جا داره که خیلی درباره‌اش صحبت بکنیم، ولی اینو بدونید که اگر شما نقطه ضعفی دارید که همه آدم‌ها میدونن، نباید طوری رفتار کنید که دیگران حس کنن که اون نقطه ضعف در ذهن شما بسیار بلده. اگر مثلا دست من کجه، من نباید توی صحبت کردن یا در یک جمع مدام این دست رو قایم بکنم که دیگران بدونن من نسبت به این موضوع حساسیت دارم. اگر آدم‌ها بدونن که من نسبت به چیزی نقطه ضعف خاصی دارم یا من خودم یه نقطه ضعف بزرگی دارم، طبیعیه که خیلی جاها میتونن از طریق همون نقطه ضعف منو و احساس منو اذیت بکنن. پس حواستون باشه که هیچ طوری رفتار نکنید که انگار با قسمتی از وجود خودتون مشکل دارید. این قسمتی از وجود میتونه شخصیتتون باشه، ظاهرتون باشه. انقدر باید با اعتماد به نفس حاضر بشیم که دیگران اصلا متوجه نشن که من چه ایرادی از خودم میگیرم، من چه حس منفی نسبت به فلان قسمت شخصیت خودم دارم. نکته مهم بعدی، خانم‌های با اعتماد به نفس بسیار شفاف هستن و به راحتی میپرسن منظور چیه. خانم‌های با اعتماد به نفس خیلی در لفافه صحبت نمی‌کنن. خیلی اینطوری نیستن که صحبتاشون رو بپوشونن یا قایم کنن، یا وقتی میخوان صحبت بکنن تو مدام باید کنکاش کنی که منظور اینا چیه. هر نظری که داشته باشن با شفافیت تمام مطرحش میکنن. و این جمله‌ای که گفتم رو دوباره تکرار میکنم، منظور چیه؟ میشه بیشتر توضیح بدی؟ این شفافیت یعنی ته اعتماد به نفس برای یک خانم. خانم‌های با اعتماد به نفس بالا معمولاً آداب اجتماعی و اتیکت‌های اجتماعی رو خوب بلدن. من واقعاً تعجب می‌کنم چطور برخی از افراد در جامعه حضور دارن ولی خیلی از نکات ساده‌ای که به عنوان یک آداب باید رعایت بشه رو نمی‌دونن. ولی خانم‌هایی که براشون مهمه چطور در جامعه ظاهر میشن، مطالعاتی نسبت به این آداب اجتماعی دارن. وقتی میخوان یک مصاحبه کاری برن، چه آدابی رو باید رعایت کنن؟ یک جلسه کاری میخوان برن، چه آدابی رو باید رعایت کنن؟ وقتی میرن کجا باید به عنوان یک مهمان بشینن؟ خیلی مهمه. وقتی وارد منزل کسی میشن، چه آدابی رو باید رعایت بکنن؟ در نتیجه این خانوم‌ها واقعا رفتارشون یه مدلیه که به دیگران اجازه نمیدن که بهشون راجع به مسائل خیلی سطح پایین تذکر بدن. البته هیچ کس کامل نیست، طبیعتاً من، شما و همه آدم‌ها اشتباهاتی دارن و اینقدر این موضوعات گسترده هست که ما نمیتونیم بگیم همه چیز رو بلدیم. ولی واقعا خیلی هم قشنگ نیست که من انقدر آداب اجتماعی در سطح پایینی باشه، انقدر قوانین اجتماع رو ندونم که دیگران به من تذکر بدن که ببین تو نباید اینجا بشینی، نباید اینجوری حرف بزنی، نباید سوال شخصی بپرسی، نباید بیش از حد با فلان فرد صمیمانه رفتار بکنی چون این در جایگاهی نیست، اصلا دوست تو نیست، همکار توه. پس سعی کنیم این آداب رو بلد باشیم که دیگران به راحتی به ما تذکرهای ساده ندن. خانم‌های با اعتماد به نفس به راحتی ارتباط چشمی برقرار میکنن. قبلا توضیح دادم که آدمایی که بی اعتماد به نفسن سختشونه توی چشم آدم‌ها نگاه کنن.
یعنی همزمان که دارن صحبت میکنن اگر دقت کنید چشمشون هی میچرخه، زمین رو نگاه میکنه، هوا رو نگاه میکنه، انگار نمیتونه توی چشم کسی نگاه کنه. خب این فرد اعتماد به نفسش بسیار پایینه. اگر میخواید یک فرد قاطع جلوه کنید، به راحتی به چهره آدم ها نگاه کنید و حرف خودتون رو بزنید. نکته بعدی، خانم های با اعتماد به نفس خیلی محترمانه صحبت میکنن. یه ویدیویی داریم در رابطه با فن بیان خانم های کاریزماتیک، حتما این ویدیو رو ببینید، اونجا هم توضیح دادم. بچه‌ها این که یه نفر بی ادب نیست به این معنا نیست که خیلی هم با ادبه. 70-80% از آدم‌های دورمون بی ادب نیستن، ولی ما به عنوان یک فرد با ادب هم ازشون یاد نمیبریم. نمیگی فلانی خیلی با ادبه، نه، معمولیه. نه میشه گفت بی ادب، نه میشه گفت با ادب. ولی یک خانم با اعتماد به نفس تمام تلاشش رو میکنه که یک خانم با ادب باشه، یعنی با همه محترمانه صحبت بکنه، چه یه بچه 5-6 ساله چه یک فرد 70-80 ساله. من واقعا کیف میکنم وقتی کسایی رو میبینم که سنشون بالاست ولی به بهانه این سن بالا بودن نمیگن که خب پس من سنم بالاست پس کوچیک‌تر باید حتما به من سلام کنه. نه، کاری به سن و سالشون ندارن، برای بچه 5-6 سالم احترام قائلن، با اون هم محترمانه برخورد میکنن، از اون هم قشنگ پذیرایی میکنن. حتما شما دیدین دیگه توی یک سری از مراسم اصلا وقتی دارن پذیرایی میکنن از بچه رد میشن، احساس میکنن که بچه یک شخصیت مهم و تاثیرگذار نداره که باید باش محترمانه برخورد بکنن. یا آدم‌هایی که خیلی سنشون بالا هست به خودشون شاید اجازه بدن که با کوچیک‌تر هر رفتاری بکنن، در حالی که ما باید بدونیم احترام من و شما به سنمون نیست، به شخصیتمونه. ای کاش همه آدم‌ها اینو بدونن که تو هر سنی که هستیم آدمایی هستن که از ما کوچیک‌تر باشن و اونها هم باید به یک اندازه برای ما حائز احترام باشن. پس به عنوان یک خانوم تو اون کسی باش که در مجلس ها، در مهمانی ها به افراد کوچیک، به بچه ها، به نوجوان ها بیشترین توجه رو میکنه، باشون گرم سلام علیک میکنه. خیلی به نظر من این میتونه شخصیت یک خانوم رو زیبا نشون بده و چقدر بقیه کیف میکنن و یاد میگیرن از این مدل رفتار ما. نکته بعدی، خانوم های با اعتماد به نفس زیاد عذرخواهی نمیکنن بلکه زیاد تشکر میکنن. البته یک خانم با اعتماد به نفس قطعاً باید بلد باشه که وقتی اشتباه کرد، وقتی جای دیر رسید، وقتی یه حرف نامناسب زد همون لحظه بگه معذرت میخوام. ولی اینکه من تو شرایط مختلف این ببخشید تیکه کلامم باشه، هر جایی میرم سلام، ببخشید زنگ زدم، ببخشید اینطوری شد، ببخشید یه سوال دارم، ببخشید این چنده. ببین اینکه تو تکیه کلامت ببخشید باشه خیلی قشنگ نیست، به جاش خیلی تشکر میکنن. خانم های محترم تکیه کلامشون ممنونم، لطف دارید، سپاسگزارم، محبت شماست، انقدر تشکر میکنن و این بسیار زیباست. پس حذف ببخشید و اضافه کردن تشکرها. و اما نکته آخر که توی محتوای خانم های کاریزماتیک گفتم و اینجا هم میگم، خانم های با اعتماد به نفس غالبا خانم های بسیار خوشبینی هستن. در واقع صحبت‌هاشون همه مثبته. تو زیاد حرف منفی، غر، انتقادهای بیش از حد، همیشه ناله کردن، همیشه شکایت کردن رو از صحبت‌هاشون دریافت نمی‌کنین، بلکه صحبت‌هاشون الهام بخشه. وقتی صحبت می‌کنی دوست داری که در کنارشون باشی، برخلاف اینکه همیشه همه آدم‌ها از کسایی که بیش از حد منفی نگرن، همیشه غر میزنن، همیشه ناله میکنن، همیشه مشغول انتقاد از دیگران هستن فرار میکنن. به جاش این افراد همیشه آدم‌های قشنگ رو به خودشون جذب میکنن، روابط زیبایی دارن و دیگران دوست دارن که در کنارشون باشن. دو ویدیویی که بهتون پیشنهاد میکنم حتما ببینید، یک اعتماد به نفس دخترها، دو فن بیان خانم‌های کاریزماتیک. امیدوارم که این ویدیو خیلی براتون مفید بوده باشه. حتما صفحه اینستاگرام رو دنبال کنید و کانال رو سابسکرایب کنید، چون هر هفته ویدیوهای متفاوت در رابطه با فن بیان گذاشته میشه. اگر که این ویدیو رو دوست داشتین توی کامنت ها بهم بگید.